خب سلام، امیدوارم که خوب باشین. من رامینم. امروز میخوایم راجع به فیلم پور things یا موجودات بیچاره یا چیزهای بیچاره با هم صحبت کنیم. قبل از اینکه شروع کنیم من اینو بگم که من اینجا راجع به محتوای فیلم دوست دارم که صحبت کنم و راجع به مسائل فرم و فیلم سازیش، مسائل تکنیکیش و خیلی چیزهای دیگه که خیلی هم میتونن جالب باشن من اینجا صحبت نمی کنم و هر کس دوست داره میتونه بره جاهای دیگه دنبالش بگرده. من اینجا فقط راجع به محتوا صحبت میکنم، یعنی راجع به داستان، راجع به نمادگراییش، راجع به مفهومی که میتونه داشته باشه و چیزایی هم که میگم طبیعتا برداشت منه، هر کس دیگه ممکنه برداشت متفاوتی داشته باشه. خب بریم سراغ فیلم. فقط اگر اسپویل براتون مهمه برین فیلمو ببینین، بعدش بیاین این ویدیو رو ببینین که براتون اسپویل نشه. خب همونطور که میدونین داستان فیلم اینطوریه که یه زن بارداری خودکشی میکنه و یه دکتر عجیب و غریبی اینو نجات میده و مغز بچه رو میذاره به جای مغز مادر، یعنی بچه رو از شکم مادر در میاره، مغز بچه رو در میاره میذاره جای مغز مادر. و حالا یه آدمی داریم با مغز بچه، شخصیت بچه، کاملا انگار یه بچه داریم در بدن بزرگسال، ظاهر بزرگسال. و نکته اصلی داستانم همینه که چی میشد اگه یه بزرگسالی داشتیم که مثل یه بچه دنیا رو میدید و مثل یه بچه با دنیا رفتار میکرد. چون ما هممون وقتی که بزرگ میشیم و بعد به عنوان یه بزرگسال که وارد جامعه میشیم یه سری خصوصیت‌های بچگیمون رو از دست دادیم و یه سری خصوصیت‌های دیگه به دست آوردیم. مثلا ادب و نزاکتمون بیشتر شده، بازیگوشیمون کمتر شده، یا مثلا سعی می‌کنیم منطقی تر باشیم، خیلی جاها احساساتمون رو نادیده بگیریم، اون کاری که درسته رو انجام بدیم، یا نسبت به خیلی چیزایی که احساس خیلی بد یا احساس خیلی خوبی میتونن به یه بچه بدن شاید اصلا بی‌حس شدیم چون برامون خیلی عادی شده. و در نتیجه عادی شدن دنیا برامون و درگیر روزمرگیامون شدن و درگیر هدفهای خودمون شدن، اون حس کنجکاوی و اکتشاف و اینکه دنیا یه چیز جدیدیه من باید برم کشفش کنم هم خیلی توی یه آدم بزرگسال کمتره تا یه بچه. و اینا لزوما تغییرات بدی هم نیست یا هدف بدی پشتش نبوده، کسی نمیخواسته لزوما ما رو محدود کنه که این تغییرات رو رومون اعمال کرده. خیلیاش برای سیویلایز شدن و کمتر شدن کانفلیکت ها و اینه که بتونیم با هم به خوبی زندگی کنیم توی جامعه. و خیلیاش هم به صورت عادی تو ما رخ داده، عادت کردیم به یه سری چیزا. اما نکته شخصیت این فیلم اینه که این تغییرات توش رخ نداده و کاملا یه بچه است، اما بچه‌ایه که جامعه باهاش مثل یه بزرگسال رفتار میکنه و قابلیت‌های یه بزرگسال رو داره. یعنی مثلا میتونه کار کنه، میتونه رابطه جنسی داشته باشه، میتونه اطلاعاتی بگیره که شاید یه بچه نتونه بگیره، آدمای دیگه جدی میگیرنش و باهاش مثل یه بزرگسال برخورد میکنن، جامعه بهش قابلیت‌ها و امکاناتی که به یه بزرگسال میده رو میده و این چیزیه که هیچ بچه‌ای نمیتونه تجربه کنه و هیچ بزرگسالی هم اون خصوصیات بچگونه‌ش رو حفظ نکرده که بتونه تجربه کنه. یعنی بچه بودن تو دنیای بزرگسالا. یعنی تو این داستان میتونیم ببینیم که اگر یکی با روحیات بچگونه وارد دنیای بزرگسال میشد چقدر شوق و ذوق کشف کردن داشت، از چه چیزایی میتونست لذت ببره و چطوری میتونست زندگی کنه که خود بزرگسالا اون کارو نمیکنن. تو قسمت اول داستان توی شرایط آزمایشگاهی داره نگه داشته میشه. میبینیم که چون آزادی و اختیار نداره همه چی سیاه‌سفیده و یه جورایی داره میگه که زندگی بدون آزادی و اختیار خیلی بی‌معنی و خشکه. ولی همین حالت بی‌قید و بند بودنش، همین حالت کنجکاوی و اینکه دوست داره کشف کنه و آزاد باشه و دنیا رو ببینه و همین با احساس بودنش باعث میشه که همه خوششون بیاد ازش، همه اطرافیان، همه کسایی که باش در ارتباطن به جز اون خدمتکاره خوششون میاد ازش. هم گاد که در واقع خدای اون خونه است و میخواد تو شرایط آزمایشگاهی نگهش داره، به خاطر علاقه‌ای که بهش داره میذاره بره و آزادی رو که میخواد تجربه کنه، و هم اون کسی که نامزدشه میذاره بره و تجربه کنه، چون احساس میکنن تو این قید و بند نمی گنجه، تو قید و بند ازدواج یا تو قید و بند یه موجود آزمایشگاهی بودن نمی گنجه و باید اول اراده آزادش به رسمیت شناخته بشه.
همین احتمالاً اولین حرفیه که فیلم داره راجع به آدمیزاد میزنه کلاً، که بعد اراده آزادش به رسمیت شناخته بشه و بهش اجازه انتخاب داده بشه. و در واقع فیلم اینو یه خصوصیت خوبه یه بچه میدونه که پافشاری میکنه روی ارادش و روی چیزی که میخواد و کوتاه نمیاد. تو قسمت بعدی بلا داره لذت‌های مختلف رو تجربه میکنه، چیزهای مختلفی که نخورده، جاهای مختلفی که ندیده، رقصیدن، سکس کردن، خیلی چیزهایی که میتونه تجربه کنه رو داره تجربه میکنه و از همشون لذت میبره و داره نشون میده که یه بچه اون اشتیاقش برای لذت بردن از زندگی و کشف کردن انقدر زیاده که حتی از یه آدم بزرگسال خیلی خوشگذرون مثل همون دانکن که مارک رافالو بازی میکنه هم بیشتره و حتی اونو خسته میکنه و حتی اونم برای خودش یه سری محدودیت هایی داره، یه محدودیت های اخلاقی، ادب، داخل رابطه، خارج رابطه، یه سری چیزهایی برای خودش تعریف کرده که سر اونا درگیر میشه، سر اونا ناراحت میشه، سر اونا عصبانی میشه. ولی این بی قید و بند بودن روحیه بچگونه بلا باعث میشه که بتونه بیشترین لذتی رو که میتونه ببره و این هم در واقع یه نکته مثبت دیگه اون روحیه بچگان است که بزرگسالا کمتر دارن. این بی قید و بند بودن، آزاد بودن و دنبال لذت حد اکثری بودن، دنبال چشیدن حد اکثر لذت زندگی و استفاده کردن از هر لحظه زندگی برای لذت بردن بودن و دنبال اکتشاف چیز تازه بودن و خودش رو محدود نکردن. و همین خصوصیت آزاد بودن و دنبال اکتشاف بودن بچگانه بلا هم باعث میشه که نمونه توی قید و بند و باز دنبال اکتشاف بره و باز دنبال کشف چیزهای بیشتری از دنیا بره و بخواد دنیا رو ببینه. تو قسمت بعدی فیلم بلا دنبال کشف کردنه، دنبال دونستن بیشتر از دنیاست. برای همین میشه اسم اینو گذاشت فلسفه، چون فلسفه اصلا به معنی علاقه به دانستن و کشف کردنه. اون خانم پیر و اون آقای آفریقایی که باشون دوست میشه بلا اونجا رو میشه نماد فلسفه و منطق ورزی دونست که اینا بهش چیزای جدید نشون میدن، بهش کتاب میدن، فکرهای تازه در واقع میدن و بهش قسمت‌های تاریک دنیا رو هم نشون میدن و میگن که خب همینه دیگه، یه نفر که نمیتونه، منطقی نیستش که فکر کنی یه نفر میتونه همه چیزو درست کنه. و اینجا میبینیم که باز فرق بلا یا اون آدمی که روحیه بچگونه داره اینه که میتونه امید داشته باشه به چیزایی که نیست و با واقع بینی بیش از حد فکر نکنه که دنیا همینیه که هست چون من واقع بینم و نمیخوام رویا پردازی کنم. اتفاقا رویا پردازی میکنه و اتفاقا به احساساتش اهمیت میده، یعنی بی‌حس نشده نسبت به اون بچه هایی که تو آفریقا دارن میمیرن و همین بی‌حس نشدنش باعث میشه که یه حرکتی بکنه و یه تغییری اتفاقا انجام بشه. هرچند که حالا با همین سادگیش همون کاری که میکنه و پولشو میده به کسایی که نمیشه بهشون اعتماد کرد نتیجه نداشته باشه، ولی در نهایت اون امید داشتنش و اون بی‌حس نشدنش میتونه باعث بشه که در آینده یه کارایی انجام بده. تو قسمت بعدی میبینیم که بلا با مسئله پول، مسئله معیشت و کار مواجه میشه و باز با اینکه پول داره برگرده به خونه، ولی برای تجربه کردن و زندگی کردن و کشف کردن حاضر میشه که بره کار کنه و از اونجایی که اون قید و بندا رو نداره و چیزی رو بد نمیدونه، درست و غلط نمیدونه، چیزی رو میره اولین کاری که میتونه بکنه که فاحشگیه رو انجام میده و ناراحت هم نیست از این کار، بجز اینکه توی خود اون کار بهش خوش نمیگذره. یعنی مسئلهش این نیست که این کار بدیه یا زشته یا قبیحه یا آدما چطوری منو قضاوت میکنن، مسئلهش اینه که توی این کار به من هم بد نگذره. و اینجا هم داره یه جورایی نشون میده که جامعه به کارمند میگه که مهم نیست تو چه احساسی داری، تو باید اون سرویس رو ارائه بدی یا اون کار رو انجام بدی یا اون محصول رو ارائه بدی و پولتو بگیری که زنده بمونی و اون نسل بعدی هم بتونه، همون نوه اون صاحب هتل که میبینیم هم بتونه زندگیشو ادامه بده. مهم نیستش که تو چه احساسی داری، مهم معیشته. ولی
باز این با یه روحیه بچگانه، چون برای لحظه لحظه زندگیش ارزش قائله، چون برای تجربه خودش ارزش قائله، میگه چرا ما نباید یه تجربه سعی کنیم توی کار درست کنیم که اون کارمند هم لذت ببره، فقط اون کسی که از اون محصول یا سرویس استفاده میکنه نباشه که لذت میبره. تو قسمت بعدی میبینیم که بلا به خاطر علاقه که به گاد داره، وقتی که میبینه که گاد در حال مردنه، میاد خونه و در این حال از کارش به عنوان فاحشه هم خسته شده و یه جورایی پشن خودش رو پیدا میکنه. به این نتیجه میرسه که دوست داره کاری که گاد میکرد رو ادامه بده، کار پزشکی بکنه، کار تحقیقی بکنه، که میگه من وقتی اینجا هستم تو این آزمایشگاه از همه جا خوشحالترم. و بعد سر و کله اون شوهر در واقع زندگی قبلیش پیدا میشه که با اونم میره به خاطر اینکه تجربه کنه، تاریخچه خودش رو بدونه و بدونه که چه زندگی داشته میکرده قبل از اینکه دوباره متولد بشه و متوجه میشه که اون همه چیز رو با زور کنترل میکنه. در واقع اون شخصیت نماد قدرت، حالا یا یه سیستم فکری دیکتاتوری یا یه سیستم حکومتی دیکتاتوریه که بلا با اون روحیه بچگانش که برای زندگی ارزش قائل و دوست داره از زندگیش لذت ببره، میگه من حاضرم بمیرم ولی با تو زندگی نکنم، همسر تو نباشم، و بالاخره از دستش فرار میکنه. و بعد میبینیم که برگشته خونه و یه فضای بهشت مانندی به وجود اومده که همه چیزایی که بلا دوست داره هست، یعنی کاری که دوست داره رو میکنه، رابطه‌ای که دوست داره رو داره، دوستش که اتفاقا باهاش رابطه جنسی هم داشته قبلا هم پیشش هست و همین هم نشون میده که خیلی هنوزم مرزای سفت و سختی نداره که بخواد اون لذت دوست بودن با اون آدما از خودش به خاطر رابطه‌ای که قبلا با هم داشتن بگیره، الان که با یه نفر دیگه تو رابطه است. و توی خوشبختی نسبیه که میتونه لذت بردن از زندگی و اکتشاف کردنش رو ادامه بده، که میبینیم تو اون فضای ایدئال جایگاه یه دیکتاتور یا یه سیستم فکری دیکتاتوری هم به اندازه بز بیشتر نیست و اصلا جایگاه انسانی نداره اون شخصیت. اگه بخوایم جمع بندی کنیم، یه جورایی میشه گفتش که بلا یه آزمایش موفق بوده به عنوان یه انسان، یه آزمایش موفق برای زندگی انسان یا چجوری زندگی کردن یه انسان بوده، دقیقا به خاطر همون خصوصیات بچگانه بی قید و بند بودن، رها بودن، دنبال لذت حد اکثری بودن، اراده خودش رو دنبال کردن، قبول نکردن ظلم، دنبال اکتشاف و تجربه جدید بودن، برای تجربه خودش ارزش قائل بودن و اینکه بی‌حس نشده و هنوزم میخواد که یک کاری بکنه و به دنیا یه چیزی ارائه کنه و به هم نوعاش هم کمک کنه. میتونیم بلا رو در واقع انسان مدرن یا نماد انسان مدرن در نظر بگیریم که تو زندگی گذشتهش با دیکتاتورها یا سیستم‌های فکری دیکتاتوری مزدوج بوده، ولی الان از اونا آزاد شده و یه جورایی اگر اون گاد رو نماد علم یا تکنولوژی در نظر بگیریم، اون علم و تکنولوژیه که تمام محیط زندگی اطراف اینو ساخته، اما اون المنت احساس و شور و اشتیاق داشتن زندگیشو اگر که حفظ کنه و بی‌حس نشه و خصوصیات کودکانش رو از دست نده، میتونه یه زندگی خوشبخت داشته باشه. در مقابل اون یکی کاراکتری رو میبینیم که دوباره یه مغز یه بچه دیگر رو گذاشتن توی زن بزرگسال، ولی این دفعه انقدر کنترلش کردن و بهش احساسات ندادن که کاملا یه موجود غیر جذاب و خشک شده که مثل آدم آهنی همون کاریو که میخوام میکنه و اون اراده نداشتن و اون شور و اشتیاق کودکانه نداشتنش باعث میشه که از دیدگاه زندگی اتفاقا اون یه موجود زنده ناموفق باشه. و راجع به اسم فیلمم، اول فیلم که نگاه میکنیم شاید به نظرمون موجودات بیچاره همین بلا به نظر بیاد و مثلا اون دکتره و دستیارش هم موجودات بیچاره به نظر بیان، اون حیوونا و اون کارگری هم که تو اون خونه زندگی میکنه که همه چیز عجیب غریبه بیچاره به نظر بیان. اما آخر فیلم احتمالاً باید به این نتیجه برسیم که موجودات بیچاره بقیه آدمایی هستن که به این روش زندگی نمی‌کنن و اون شور و اشتیاق کودکیشون و خصوصیات کودکانه‌شون رو که میتونه براشون یه زندگی خوب به ارمغان بیاره رو از دست دادن. یعنی در واقع موجودات بیچاره ماییم، بقیه بزرگسالایی که
با محدود کردن خودمون به یه سری باید و نباید و یه سری درست و غلط و بی‌حس شدن در مورد یه سری چیزایی که میتونیم ازش لذت ببریم یا رنج بکشیم، نمیتونیم اون زندگی رو که بلا داره انجام میده داشته باشیم. و یه جورایی اون یه شخصیت ایدئاله و یه زندگی ایدئال ساخته، البته از نظر فیلمساز. به نظرم فیلم خیلی فیلم قوی بود، شاید بهترین فیلم 2023 بود. بازی‌ها، نور، صحنه، رنگ، فیلم برداری، صدا برداری، همه اینا خیلی جالب بود. موزیک خیلی جالب بود. پیشنهاد میکنم فیلمو دوباره ببینین و ببینین که همه این المنت ها چقدر به یک پارچگی فیلم و چیزایی که میخواد بگه، احساسایی که میخواد انتقال بده کمک میکنن و چقدر جالبه. در ظاهر فیلم میتونست فمینیستی تعبیر بشه به خاطر اینکه شخصیت اول زن بود و یه سری المنت ها اینطوری، ولی من فکر نمی کنم که پیام اصلی فیلم این بود و صرفا اینکه شخصیت اول زن باشه یه انتخاب بهتری بود برای وایسادن در مقابل اون سیستم کلی جامعه که یه مقداری مرد سالار هست و یه مقدار هماهنگی بیشتری داشت این با محتوای فیلم. اینکه مردای مختلفی میخواستن اینو به عنوان تریتوریشون تصاحب کنن، خب با رفتاری که با زنا تو جامعه میشه هماهنگی بیشتری داشت. از طرفی هم یکم شبیه اسطوره آدم و حوا بود داستان، که در واقع یه وسوسه‌ای رو بله میگه بهش و در نتیجه اون میاد بیرون از اون بهشتی که براش ساخته شده و خب مثلا اراده و اختیارش هم توی نقش داره. اما من فکر نمی کنم که موضوع اصلی هم همین صرفا آزادی و اراده و اختیار باشه. یه چیز دیگه هم که گفته بودن این بود که بر اساس فرانکنشتاین نوشته شده، که خب تنها وجه شباهتش اینه که فرانکنشتاین هم یه دکتریه که یه موجودی رو تو آزمایشگاه درست میکنه یا زنده میکنه که بعد اون مثلا تبدیل به یه هیولایی میشه و مشکل ساز میشه و اینا، که اینم به نظرم فقط یه چارچوبی بود که روش یه داستانی با یه مفاهیم دیگه‌ای سوار شده بود. امیدوارم که دوست داشته باشین، با این صحبت‌ها از فیلم بیشتر لذت ببرین و حتما برام نظراتتون رو کامنت کنین، چون خیلی دوست دارم که یه صحبت دو طرفه ایجاد بشه، دیالوگ برقرار بشه، نظر شما رو هم راجع به فیلم هم راجع به صحبتایی که من کردم بدونم. خوش و سلامت باشین. فعلا.